سلام. نبینم بریم پیتزا رو 650 تومن پول بدی یا بیا با من با کمترین هزینه درستش کن. 80 تومن فیله گوساله بخر، استیکی برشش بده. روغن زیتون. حالا استیکاتو بذار کف ویرکس. یکم رزماری بریز. یه 2-3 تا هم برگ بو خورد کن بریز. یکم هم پودر سیر. بیا بریم برای آماده کردن سسش. 20 تومن هم قارچ بگیر. یک کره بگیر 5000 تومن. حالا وقت اضافه کردن قارچ هاست. 2 تا حبه سیرم که دیگه تو هر خونه ای هست رنده کن تو. بدونم خامه بخر 30000 تومن. یه لیوان شیرم بریز داخلش که میشه 4000 تومن. به به اینم از سس من. حالا از این سس قارچت بزن رو خمیر. 50000 تومنم پنیر پیتزا بگیر. حالا وقت اضافه کردن این استیک های خوشمزه است. حالا بذار داخل فر با دمای 180 درجه به مدت 20 دقیقه. اینم از پیتزای استیک آلفردون درست کن، حالش رو ببر.